الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة ثنامه الجهاد، أو كما قال: صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاس گزاریم که برای من و شما توفیق عبادت و بندگی را عنایت فرمود. عزیزان و بزرگواران، بحث امروزی ما پیرامون اهمیت نماز، فواید نماز و عقوبت تارک الصلاة هست. امروزه می‌بینیم که بعضی از مسلمان ها غافل ماندن از مسئله نماز. چقدر انسان ها وقت نماز به تخت دکان خود نشسته هستند، مصروف بیع و شراء و خرید و فروش هستند. چقدر از مسلمان ها به خاطر عروسی و ختم قرآن و بالآخر در داخل تالارها یا از جماعت میمانند، یا نمازشان تأخیر میشه، یا نمازشان قضا میشه. و چقدر از جوانان مسلمان، پسر و دختر، میبینیم که در داخل پارک ها وقت نماز نشسته هستند و بالآخر با دنیای فانی و با سخنان لهو و لعب نشسته و قصه میکنن و نماز یا تأخیر میشه و یا نماز قضا میشه. و یا اینکه جوانانی در داخل کافی شاب ها و بالآخر این و آن نشسته‌اند و صدای اذان بلند میشه و گویا که اصلا اینها گوش نداشتن که صدای اذان را بشنوند. همه اینها عزیزان و بزرگواران، اینها اسبابی بود که من اشاره کردم که مرا وادار ساخت که ارتباط به نماز، اهمیت نماز، ارتباط به فواید نماز و از همه مهمتر عقوبت تارک الصلاة. کسی که نماز نخوانه چی جایگاهی داره؟ کسی که نماز نخوانه چی عذابی و چی وعیدی و بالآخر برایش و دامنگیرش میشه. بحث طولانی هست. انشاءالله کوشش میکنیم به خاطر که زودتر حل مطلب بشه و این حرف به گوش کسانی که نسبت به نماز خود غفلت می‌ورزند. در بین جامعه بعضی انسان‌های از خدا بیخبر که از دین و از اسلام بیخبرند
چند روز قبل یک جوان گفت که من برای پسر عموی خود یا بالاخره پسر مامای خود یا یکی از خانواده خود وقتی من میگویم بیا نماز بخوان میگه که من عادت به نماز ندارم، نماز نمیخوانم. یا برادر دیگری گفت که من وقتی برای فلان قوم خود میگویم که شما بیایید نماز بخوانید، او میگه که شما خواندید چی شد که من بخوانم. این الفاظیه که عزیزان و بزرگواران الفاظ خطرناک هست. اهمیت نماز، اگر ما بخوایم فقط چندین جلسه پیرامون اهمیت نماز بگیم هنوزم کم گفتیم. اگر بخوایم پیرامون فواید نماز، فایده های نماز بگوییم هنوزم کم گفتیم. اگر بخوایم پیرامون عقوبت تارک الصلات بگوییم چندین هفته و چندین جلسه هنوز هم کم گفتیم. پس بناهن به طور خلاصه و فشرده این سه مبحث اشاره خواهیم کرد. اهمیت نماز، الله سبحانه و تعالی مؤمنین برای ما معرفی میکنه و بعد میگه مؤمنانی که اونها در رستگاری قرار دارن چه کسانی هستند؟ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، مؤمنینی که کامیابن، رستگارن، پیروزن. الذين هم في صلاتهم خاشعون، آنهایی که در نماز خود خشوع دارن، خاضعن، نماز به اون طریقه درست از او ادا میکنن. پس ما وقت نعمت ایمان نصیب ما شده، الله سبحانه و تعالی رستگاری شخص مؤمن را قید گذاشته بر چی؟ بر نماز هست عزیزان و بزرگواران. و او هم نمازی که انسان در اون نماز خشوع داشته باشه، در اون نماز خضوع داشته باشه، خدا ترسی داشته باشه، حضور قلبی داشته باشه. حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنه که حدیث بخاری و مسلم هست، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، میفرمایند بنی الاسلام علی خمس، اسلام بنا شده بر 5 چیز. اول چیه؟ شهادتا ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. و بعد میفرمایند و اقامت الصلاه، و اقام الصلاه، نماز بعد از توحید بیان شده، بعد از یکتاپرستی بیان شده، بعد از این که انسان به دایره اسلام که داخل شد اولین بحثی که مربوط به او میشه بحث نماز هست عزیزان با بزرگواران. ارتباط به اهمیت نماز اگر بخوایم گفتیم که آنقدر وقت به ما اجازه نمیده فقط فهرستوار بیان میکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بین الرجل و بین الكفر و الشرك ترک الصلاة. فرق بین مسلمان و کافر، فرق بین مسلمان و مشرک چیه؟ نماز هست. یک مسلمان اگر نماز خواند مسلمانه، اگر نماز نخواند نسبت به این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انسان از دایره اسلام بیرون میشه عزیزان و بزرگواران. خیلی مهمه فرق بین کافر و مسلمان همین نماز. این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. در آیه دیگه الله سبحانه و تعالی میفرماید قل بگو لعبادی الذین آمنوا، بگو به بندگانی که ایمان آوردن. بعد از ایمان چی اشاره میکنه؟ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، نماز را برپا میدارن. بعد از ایمان نماز هست. به مجردی که به اسلام کسی داخل میشه باید نماز بخونه. نمیشه گفت که من مسلمان هستم ولی نماز نمیخوانم. بیش از 70 جا در قرآن بحث نماز اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة آمده. نماز را برپا دارید و به تعقیب اون زکات را مطرح میکنه. اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز ستون دین بیان کردن. سقف این مسجد روی چی استاده هست؟ روی این ستون ها استاده ایه. اگر این ستون ها نباشه سقف مسجد میفته. اگر اسلامی که در اون نماز نبود، مسلمانی که در اون نماز نبود، دیگه برای از چیزی باقی نمیمانه. نبی مکرم اسلام میفرمایند
رأس الامر الاسلام، رأس کارهای اسلام اینه که و عموده الصلاة، ستون از نماز هست عزیزان و بزرگواران. و بعد میفرمایند ذروت سنامه الجهاد، سقف که بلندترین هست او را جهاد میگویند. ستون که نقش اساسی داره نماز میگن، یعنی اگر کسی نماز نخواند ستونی دیگه در دین نیست، دیگه نمیتونه بالآخره ادعا بکنه که من روزه گرفتم و من زکات دادم و من حج رفتم و من بالآخره صدقه دادم و من جهاد کردم. و به این عزیزان و بزرگواران الله سبحانه و تعالی برای نماز وقت تعیین کرده. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز از خود وقتی داره، نماز از خود ساعتی داره، نماز از خود بالآخره ابتدا و انتهای داره. کسی آمد نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله ای الاعمال افضل، کدام عمل از همه بهتر هست؟ فرمودن الصلاة لوقتها، نماز در وقتش بخوانی. یکی از صفات منافقین اینه که بدون عذر نماز را تأخیر میکنن، بدون عذر. اما امروز میبینیم که در پارکها برادر نشسته، خواهر نشسته و بالآخره نماز را تأخیر میکنه، در تالار نشسته نماز را تأخیر میکنه، یا این که قضا میکنه نماز. مسئله نماز عزیزان و بزرگواران خیلی مسئله مهمی است که بعداً ارتباط به کسانی که نماز را ترک میکنن اشاره خواهیم کرد. از جمله اهمیت نماز یک اشاره مختصر دیگر هم میکنم، بعداً میریم به فواید نماز. اهمیت نماز تمام احکامات اسلامی، روزه، زکات، حج، جهاد، تمام احکامات اسلامی الله سبحانه و تعالی توسط جبرائیل علیه السلام نازل میکنه برای بشر. همه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توسط جبرائیل می آید. اهمیت نماز را ببین. شب معراج الله سبحانه و تعالی حبیب خود را، نبی خود را، رسول خود را وقت دعوت میکنه به آسمان ها، به سدرة المنتها، و بعد از برگشت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم هدیه و تحفه‌ای که الله بر حبیب خود داده، بر نبی خود داده که ای پیامبر این تحفه هم پیش تو گذاشته، وقتی بهترین دوستی دعوت میکنیم برایش یک هدیه میدیم. الله سبحانه و تعالی 5 وقت نماز را به حبیبش و برای امت حبیب خود به عنوان هدیه عطا کرد. به این عزیزان من اهمیت نماز را ببین. جبرائیل علیه السلام نیاورده 5 وقت نماز را، الله سبحانه و تعالی گذاشته پیش حبیب خود در شب معراج که اول 50 وقت و بعداً تبدیل میشه به 5 وقت. 5 وقت نماز را کسی درست و صحیح ادا کنه الله سبحانه و تعالی اجر و ثواب 50 وقت را عطا میکنه. به این عزیزان و بزرگواران اهمیت نماز خیلی مهمه. الله برای حبیب خود چی دستور میده؟ و امر اهلک، امر کن خانواده خود را. به چی امر کن خانواده خود را؟ به ورزش، به انگلیسی خواندن، و کجا؟ امر کن فرزند خود را به دکانداری، برو بالآخره پول پیدا کن. و امر اهلک بالصلاة، دستور بده خانواده خود را به نماز خواندن، دستور بده اهل بیت خود را به نماز خواندن، دستور بده زن و فرزند خود را به نماز خواندن. به این عزیزان و بزرگواران گفتیم اهمیت نماز خیلی زیاده که اگر بخوایم اشاره کنیم وقت به ما اجازه نمیدهد. فواید نماز، این نمازی که میخوانیم چی فایده داره؟ فایده اولش اینه که ما دستور الله را به جا کردیم، فرمان الله را اطاعت کردیم و الله سبحانه و تعالی گفت اقیم الصلاة، نماز برپا دارید، و ما نماز را برپا داشتیم. این فایده اول هست. مطیع الله شدیم، فرمانبردار الله شدیم، بنده الله شدیم، سر عجز و عاجزی و تواضع و فروتنی به نزد الله گذاشتیم که ای الله نماز میخوانیم چون دستور تو هست.
پروردگارا سر به سجده میگذاریم چون دستور تو هست. از جمله فواید نماز الصلاة راحت القلب، کسی که نماز میخوانه قلبش آرامش پیدا میکنه، قلبش راحتی پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه، فکرش آرام میشه. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که محزون میشدن، غمگین میشدن، برای سیدنا بلال چی میگفتن؟ کان صلی الله علیه و سلم یقول لبلال ابن رباح رضی الله عنه قم یا بلال فارحنا بالصلاة، بلند بشو ای بلال، ما را خوشحال بساز، ما را راحت بساز، غم و اندوه ما را دور بساز، بلند بشو، صدای اذان را بلند بکن. و این عزیزان و بزرگواران از جمله فواید نماز اینه که راحت قلب پیدا میشه. قلب به هیچ چیزی آرامش پیدا نمیکنه مگر به یاد الله و به ذکر الله، و بالاترین ذکر الله نماز هست. بالاترین ذکر الله نمازه. نمازه که با کلمه الله آغاز میشه، با کلمه الله نماز ختم میشه. داخل نماز دعا هست، داخل نماز ذکر هست، داخل نماز تلاوت قرآن هست، داخل نماز ذکر و تسبیح و تهلیل و همه اینها هست. نماز عزیزان و بزرگواران که میگیم الله اکبر، الله با لفظ الله شروع میشه. وقتی سلام میدیم السلام علیکم و رحمت الله، آخرش چی هست؟ نام مبارک الله هست. به این راحت قلب. دوم الصلاة نور للانسان، نماز نور هست. نبی مکرم اسلام میفرمایند الصلاة نور، نماز نور، روشناییه. و الله سبحانه و تعالی میفرمایه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، کسانی که نماز میخوانند الله سبحانه و تعالی در پیشانی اونها نور قرار میده. به این عزیزان و بزرگواران وقتی قلب انسان مطمئن شد، چهره انسان نورانی شد، از جمله فواید به اینه که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاة، اولین چیزی که روز قیامت پرسان میشه از نماز پرسان میشه. اولین چیز روز محشر که جان گداز بود، اولین پرسش از نماز بود، روز محشره. به اینه که از جمله فواید نماز صلاح العمل على قدر صلاة العبد. روزه ما چی وقت خوب روزی میشه؟ که او روزه نماز داشته باشه. حج ما چی وقت حج خوبی میشه؟ که او حج نماز داشته باشه. صدقات ما چی وقت صدقات خوبی میشه؟ که او صدقات نماز داشته باشه. به اینه که هر قدر که ما در نماز خود کوشش کردیم که نماز ما درست بشه، سایر اعمال ما عزیزان و بزرگواران درست میشه. نبی مکرم اسلام میفرمایند اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاة، اولین چیزی که حساب گرفته میشه روز قیامت از نماز هست. و بعد میفرمایند فإن صلحت له سائر عمله وإن فسد سائر عمله، او کما قال اگر نماز صحیح بود تمام اعمالش صحیح است. اولین گردنه و اولین سوال در صحرای محشر استاده میکنن، میگن بگو نماز چقدر نماز خواندی، چقدر به نماز پایبندی داشتی، چقدر توجه کردی. اگر از نماز درست و صحیح، یعنی از آب درست و صحیح بیرون شدی، نماز تو درست بود، سایر اعمال درست هست عزیزان و بزرگواران. اگر العیاذ بالله نماز فاسد بود، نماز درست نبود، نماز وضعیت خوب نداشت، دیگه اعمال هم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وضعیت خوب نداره. از جمله فواید نماز من حافظ علیها کان له عهد عند الله ان يدخلها الجنه. از جمله فواید نماز کسی که به نماز پایبندی داره، عهدی که با الله بسته کرده، و ثمره و نتیجه چی میشه؟
بهشت هست عزیزان و بزرگواران. ثمره و نتیجه بهشت الله سبحانه و تعالی. نبی مکرم اسلام میفرمایند من جاء بهن لم یضیع منهن شیئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخلها الجنه. کسی که نماز درست بخوانه، نماز خود را صحیح بخوانه، وضویش درست باشه، قیام و قعدش درست باشه و عهدی که با الله بسته و الله برایش گفته تو نماز را درست بخوان، من بهشت برای تو عطا میکنم، بهشت برای تو میدهم. این وعده الله سبحانه و تعالی هست از جمله فواید نماز. عزیزان و بزرگواران، چقدر انسان به ذوق میآیه، به شوق میآیه وقتی که انسان نمازخوان، انسان وقتی شما برادران و خواهران این حرفا رو که میشنوید، چقدر در قلب شما میآیه که الحمدلله، الحمدلله در این لحظه در خانه الله نشسته ایم، الحمدلله در این لحظه در خانه کریم نشسته ایم، الحمدلله در این لحظه در خانه ودود نشسته ایم، الحمدلله در این لحظه در خانه غفار الذنوب نشسته ایم، در خانه نشسته ایم که ملک الملوک هست. انسان لذت میبره در خانه الله، خانه رب العالمین. آمدیم تا الله را سجده کنیم و الله سبحانه و تعالی میفرماید کسی که نماز را درست و صحیح ادا کنه، این عهد خود را با الله درست کرده، پیمانی که بسته کرده بوده با او عهد، با او میثاق، اینها را درست پیش برده، ثمره و نتیجه چی میشه؟ اینه که بهشت جایگاه او هست. از جمله فواید نماز الصلاة و امان. کسی که نماز میخوانه در امن، در امنیت، در آرامش. الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره معارج آیه 19 تا آیه 23 میفرماید ان الانسان هلوعا و اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. این آیه چی معنا هست؟ ان الانسان خلق هلوعا. انسان خلق شده بی طاقت، انسان طاقت نداره، آرامش نداره. این خلقت انسان هست. اذا مسه الشر، وقتی بدی برسه به انسان، جزوعا، جزافزا میکنه، دردی برسه، رنج برسه، مصیبتی برسه، تجارتی خراب شه، معاملی خراب شه و بالآخره جزوعا، بیقراری میکنه. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی خیری بری از او رسید، دنیایی رسید، ثروتی رسید، چه کار میشه؟ بخیل میشه. این عادت انسان هست. غم و مصیبت رسید بیقراری میکنه، ثروت و بالآخره آرگاه و بارگاهی رسید باز بخیل میشه. حالا دوای این بی‌طاقتی، بیقراری، بخل، الله سبحانه تعالی میفرماید الا المصلین، مگر اونهایی که نماز میخوانند. انسان نمازخوان آرامش داره، بیقراری نداره. انسان نمازخوان چنین نیست که بالآخره حالت بی‌طاقتی و بیقراری و بینون داشته باشه. انسان نمازخوان هیچ وقت بخیل نمیشه. الا المصلین، کدام مصلین؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، او کسی که همیشه در نماز خود هست، پایبندی داره، نه اینکه یک وعده بخونه یک وعده نخونه. انسانی که نماز خواند از جمله فواید اینه که پاک میشه از این صفات. از کدام صفات؟ از صفاتی که بیقراری نمیکنه، بی‌طاقتی نمیکنه، بخل نمیورزه و با آرامش کامل زندگی میکنه. چی کسی؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. از جمله فواید نماز عزیزان و بزرگواران، نمازی که درست خوانده بشه انسان را از فحشا و منکر باز میداره. امروزه بین جامعه ما چقدر فحشا و منکر هست. به خاطر چیه؟ به خاطر چی؟ او کسانی که نماز نمیخوانه که نمیخوانه. حالا این کسی که نماز میخوانه، مسئله فحشا تنها مسئله زنا نیست. فحشا، زنا جزئی از مسئله فحشا است. الله سبحانه و تعالی وقتی میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما را از فحشا و منکر باز می‌داره.
نفر نماز میخوانه رشوت هم میخوره. چرا؟ نماز نخوانده، نمازی نبوده که بخوانه. نفر نماز میخوانه، میبینی دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، سود داره میخوره و بالآخره ظلم میکنه، آدم میکشه، اختطاف میکنه، ده ها جرم و جنایت دیگر، کار زشت و ناروا انجام میده. بیایم اصل و اساس. الله میفرماید ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا و منکر باز میداره. العیاذ بالله دروغ هست، این کلام الله هست. پس ما نماز رو درست نخواندیم. کسی که رشوت میخوره و نماز میخوانه نماز درست نخوانده. از جمله فواید نماز اینه که انسان هر روز چندین مرتبه به حضور الله سبحانه و تعالی ایستاده میشه، با خداوند عهد و پیمان میبنده. عهد و پیمان میبنده که ای الله کارهای زشت در نمیکنم. هر روز در سوره فاتحه ما با خدا عهد میبندیم. چی میگیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله خاص تو را عبادت میکنیم، خاص تو را پرستش میکنیم. یا الله غیر از تو از دیگه کسی کمک و یاری نمیطلبیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا ما را به راه راست ببر. راه راست راهی کینه؟ راه نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. انبیا رشوت میخوردن، انبیا ظلم میکردن، نبیین بد اخلاقی میکردن، انبیا علیهم السلام العیاذ بالله کارهای زشت و ناروا را انجام میدادن. نه، هر روز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ما را ببر بر راه راست. راه راست کدام راهه؟ انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. راه شهدا، راه صالحین. پروردگارا ما را به این راه ببر. هر روز این در نماز دعای ما هست. اما میبینیم فرد نماز میخوانه دروغ میگه، نماز میخوانه ظلم میکنه، نماز میخوانه بیعدالتی میکنه، نماز میخوانه خواهر مسلمان بی‌حجابی میکنه، نماز میخوانه و بالآخر برادر مسلمان چشم چرانی میکنه. همه اینها عزیزان و بزرگواران، ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان را از کارهای زشت و ناروا پاک میکنه. چرا این انسانهایی که به گناه و معصیت و به رشوت و به قمار و به سود و به زنا و به شراب و به اینها آلوده هستند، خب بعضی وقت نماز هم میخوانند، چرا اینها را باز نداشته؟ اینها نماز را درست و صحیح نخواندن. نماز باید به اخلاص باشه. نماز باید به متابعت از سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم باشه. نمازی باشه که همچون سیدنا علی ابن ابی طالب و سایر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین، او صحابه‌ای که زخمی شده بود، صحابه زخمی شده بود و بعد میخواستن تیر از جان از او بیرون کنن، طاقت نمیشد. گفتن که طاقت بکن دیگه، وقت پیچکاری بیسی و اینها نبود. گفت که من به نماز استاده میشم، شما تیر را از وجود من بیرون کنید. وقتی در نماز استاده شد، الله اکبر، شروع کرد به خواندن سوره فاتحه، به حضور الله استاده شده. نماز را که سلام داد تیر را بیرون کرده بودن. نماز را که سلام داد گفت چرا تیر را از وجود من بیرون نکردید؟ من در نماز بودم، چرا تیر بیرون نشد؟ گفتن تو در رکعت اول بودی که ما تیر را بیرون کردیم، تو نفهمیدی و ندانستی. به این عزیزان و بزرگواران، خدا نکنه که حال بالآخره پشت پای ما چیزی، یک حشره کوچکی هم بچسبه، شاید نماز را بالآخره رها بکنیم. در این عزیزان و بزرگواران، یا در نماز استاده ایم، تمام هوش و فکر و حواس ما در یکی از مساجد امام سهوی شده بوده. وقتی که سلام داده، نماز عصر بوده، وقتی که سلام داده گفته که برادرها 3 رکعت خواندم یا 4 رکعت. این تر رو از این نگاه کرده، هیچ کس نفهمیده 3 رکعت شده یا 4 رکعت. بعد یکی از برادرها گفته که 3 رکعت شد. گفت آفرین ماشاءالله. کم یک نفرم به نماز بود، الحمدلله. تو چی فهمیدی که 3 رکعت شده؟ گفت من 4 تا دکان دارم، هم حسابا 3 دکان رو بکرده بودم که شما سلام دادیم دیگه به تا نماز. او مسکین هم از روی حسابا دکان خو فهمیده بوده که نماز 3 رکعت شده. به این عزیزان و بزرگواران،
ما وقتی که به نماز استاده میشیم تمام حساب و کتاب و قرض و دکانداری و کار و بار و زندگی همه میآیدم رو. به خاطر چی؟ وقت مبارزه هست دیگه. شیطان میخواد که این نماز رو خراب بکنه. این نمازی که اینقدر عظمت داره، بزرگی داره، جایگاه داره، سبب فوز و فلاح و رستگاری انسان میشه، شیطان کی میگذاره که این نماز بالاخره به درجه قبولیت برسه؟ به اینه که تو مسلمان باید چکار کنی؟ تمام هم و غم خود را بالاخره در وقت نماز به نماز داشته باشی که به مجردی که میگی الله اکبر، چی معنا؟ الله اکبر دستار بالا کنی، یعنی کل اشیای دنیوی بگذار پشت این دستها، الله اکبر بندا پشت سر، الله از همه بزرگتره، الله از همه بزرگتره. شروع میکنی به وصف الله، سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرك. چقدر لذت میبره انسان. پاک است او ذاته که تو پاک هستی، مقام تو بلنده، شأن تو بلنده، عظمت تو، مقام تو، درجات تو ذاتی که هیچ کس به درجه تو نمیرسه. بعد شروع میکنیم بالاخره الحمدلله رب العالمین. تفکر و تدبر در نماز چقدر نقش داره و چقدر مهمه عزیزان و بزرگواران. یک لحظه استاده بشیم و فکر بکنیم که ما به حضور کی استاده هستیم. به حضور کی؟ پیش رئیس جمهور چی رقم میریم؟ باور کنیم وقتی که پیش رئیس جمهور بریم هیچ وقت همون کارگر نمیگه که ما خودم این لباسا کارگری خو میرم، میگم 5 دقیقه بگذاریم این لباسا رو عوض کنم، همین لباسا رو عوض کنم. وقتی پیش رئیس جمهور استاده بشیم پا انسان به خواب بره تکان نمیدیم، رئیس جمهوره بخ کله خور که نفر بیخی نمیکنه. اما به نماز که استاده یک دم پنجه به بینیه و یک دم پی کلیه و بالاخره از ای پا و به ای پا و پس ما نفهمیدیم به حضور کی استاده هستیم. ما به این فکر نشدیم که احکم الحاکمین، اعدل العادلین، ملک الملوک، صاحب عرش و فرش، پروردگار عالم، ما به حضورش استاده ایم. ذات اقدس الهی، پروردگار چقدر بزرگه، ما به حضورش استاده شدیم. الله اکبر. الله از همه بزرگتره، از همه هر چیزی که داریم، از زن و فرزند و دنیا و شرکت و بالاخره موتر و آرگاه و بارگاه و تمام اشیایی که ما داریم، پول و سرمایه‌ای که داریم. الله اکبر. الله از همه بزرگتره. الله وقتی از همه بزرگتر شد در قلب انسان همین فکر بیاید الله اکبر، پیش الله سرخم کردن چه لذت داره. در رکوع، در سجده، سمع الله لمن حمیده، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تمام این مسائل دعا در نماز وقتی انسان فکر بکنه نماز میشه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این از جمله فواید نماز هست، از جمله فواید نماز. والله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین. ای اهل ایمان شما به همراه صادقین باشین، یعنی صدق داشته باشین، راستی داشته باشین، صداقت شما خوب باشه. یک صدق و راستی با بندگان الله، یک صدق و راستی با الله. چقدر با الله صدق پیدا شده، یقین پیدا شده و باور پیدا شده که ما به حضور الله سبحانه و تعالی. از حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله نقل که امام ابو حنیفه رحمه الله، امام بزرگوار، امام اعظم رضی الله عنه، یک شب تا صبح وقتی که قرآن رو تلاوت میکردن در نماز، یک شب از اول شب تا آخر شب همین آیه میخواندن و گریه میکردن وامتاز الیوم ایها المجرمون، وامتاز الیوم ایها المجرمون. روز قیامت هنگامی که گفته میشه مجرم ها جدا شوید از صف مؤمنان، امام ابو حنیفه در نماز گریه میکردن که یا الله در این لحظه که ما به حضور تو استاده ایم، در روز قیامت وقتی این صدا داده شد نعمان ابن ثابت اگر از صف مؤمنان جدا شد و به صف مجرمین استاده شد چه حالت خواهد بود. ببینیم ترس دوستان الله. در زمان امام ابو حنیفه رحمه الله دگان عالم بوده،
دیگه شخصیت بوده. امروز که وقتی نزدیک به نصف امت اسلامی، یعنی قریب به 700 میلیون از امت اسلامی پیرو امام ابو حنیفه رحمه الله هستند، به خاطر چی هست؟ زهد و تقوا و خداترسی و خشیت و بالآخره اینها همه در وجود امام ابو حنیفه رحمه الله بود که امام ابو حنیفه ساخته شد. در نماز گریه می کردن وامتاز الیوم ایها المجرمون. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم یک شب تا به صبح به نماز استاده بودن و گریه می کردن، به این آیه را می خواندن: ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. پروردگار، اینها بندگان تو هستن، اگر عذاب کنی اینها را و اگر اینها را ببخشی، پروردگار تو غفور و رحیم هستی. ام المؤمنین عایشه میفرماید که یا رسول الله، شما اینقدر به نماز استاده میشوید که پاهای شما ورم میکنه. میفرمایند آیا من بنده شکرگزار الله نباشم؟ رحمت للعالمین سر به سجده میگذارن، سجده اینا به اندازه قیام اینا طولانی هست که حضرت ام المؤمنین عایشه میفرماید پای رسول الله را تکان میدادم که ببینم زنده هستن یا در سجده شاید قبض روح شده باشن. سجده های طولانی، رحمت للعالمین که الله گناهان ما قبل و ما بعدشان را بخشیده بود، چنین سجده ها می کردن. امروز ما چقدر در سجده های ما طولانی هست، چقدر در نماز ما خضوع و خشوع هست. به این عزیزان و بزرگواران، نمازی که درست خوانده نشد، نمازی که به خضوع و خشوع خوانده نشد، نمازی که متابعت از رسول الله نبوده، این نمازی نمیشه که انسان را از فحشا و منکر باز بداره. چقدر انسان‌ها دوچار گناه هستن نماز می‌خوانند، چقدر انسان‌ها دوچار رشوت و غیبت و تهمت و بهتان و افترا هستند و باز هم نماز می‌خوانند. به اینه که ما باید متوجه نماز خواندن خود باشیم. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند صلوا کما رأیتمونی اصلی. چنان نماز بخوانید که گویا که مثل که من نماز خواندم. نماز ما هر وقت همچون نماز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شد، این نمازی میشه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. قاضیایی که امروز رشوت میخورن نماز نمیخوانن، سارنوالایی که رشوت میخورن نماز نمیخوانن، اونهایی که نوکری یهود و نصارا میکنن نماز نمیخوانن. بله، در قرآن وقتی نگاه کنیم خب منافق هم نماز میخوان. نماز منافق: ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. منافق وقتی که طرف نماز حرکت بکنه کسالا، کسلانه، دلی نمیشه، خود قاز میکشه، بالاخره این عادت منافقه به طرف نماز. نبی مکرم اسلام میفرمایند قرة عینی، روشنایی چشم من، خنوکی چشم من در چیه؟ در نماز هست. اما منافق و کسلان برمیخزن. در حدیث دیگر نبی مکرم اسلام میفرمایند دو نماز برای منافق خیلی سخته، نماز صبح و نماز عشاء. برای منافق سنگینی میکنه. پس از این آیه و از این احادیث فهمیدیم که منافق نماز میخوانه اما به کسلان نماز میخوانه، به کسالت نماز میخوانه. چرا نماز میخوانه؟ یراؤون الناس، نماز میخوانه تا مردم رو ببینن. ولا یذکرون الله الا قلیلا، ذکر الله هم داره، الله هم ذکر میکنه منافق، اما اندک و قلیل. به این عزیزان و بزرگواران، نمازی که انسان را از فحشا و منکر باز نداشت، نمازی که انسان را از رشوت و از قمار و از زنا و بالآخره از غیبت و تهمت و بهتان و افترا باز نداشت، این نمازی نیست. این نمازی نخوانده که این نماز به دردش بخوره. هر نمازی که من و شما میخوانیم، در روایات میاره که وقتی نماز شما سلام میدیم، نماز حرکت میکنه روی به طرف آسمان ها، بالا میره دیگه. درجات و اعمال انسان با آسمان که میرسد اونجا جای چکه، فیلتره. خب این نماز ریا بوده یا خالصانه و مخلصانه؟ اگر نماز شخص ضایع کرده بود، اگر نماز را به طریق درست و صحیح نخوانده بود، اگر در نماز خضوع و خشوع نبود، اگر در نماز للهیت نبود، دروازه آسمان به روی باز نمیشه.
برایش گفته میشه برو پایین، برو و بالاخره و کسی که تو را ضایع کرده برو او را نفرین بکن. نماز میآیه بر فرق سر صاحب خود میخوره و بر اطرافش میچرخه و او را لعنت میکنه که لعنت به تو کسی که مرا ضایع کردی، لعنت به تو کسی که مرا بر ریا ادا کردی، لعنت به تو کسی که بالاخره مر درست و صحیح ادا نکردی. به این عزیزان و بزرگواران، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌داره. چرا امروز فحشا، هر نوع گناه فحشه، فحش یعنی زشت، اگر نماز خواندی از گناه و معصیت دور نشدی و گناه و معصیت را انجام دادی و توبه نکردی، در حقیقت بدان که این نماز به درد تو نخورده. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این کلام الله هست، کلام رب العالمین هست. به این عزیزان و بزرگواران خیلی جاها میبینیم ظلم، ستم، بیعدالتی. نماز هم هست، نفر نماز میخوانه جنس رو میفروشه، 10 روپیه خریده میده و 100 روپیه جنس بدل رو میفروشه، دواهای تاریخ تیر شده میاره، اجناس تاریخ تیر شده میاره، غذاها و آذوقها و بالاخره اینهایی که تاریخهای تیر شده میاره، نمازم میخوانه. اینا کار زشته. چرا این کار از کار زشت منع نکرده؟ به خاطر که نماز درست و صحیح نخوانده. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. عزیزان و بزرگواران، از جمله فواید نماز اینه که نماز گناهان را چه کار میکنه؟ میسوزانه. معصیت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند، این حدیث امام طبرانی در معجم خود بیان میکنه و میفرمایند نبی مکرم اسلام که عبدالله ابن مسعود روایت میکنه از پیامبر اسلام قال تحترقون آتش برافروختید، آتش برافروختید. برافروختن آتش چیه؟ هر گناهی که انسان انجام میده بر خود آتش افروخته. هر گناه، یک دروغ کسی میگه خود را در آتش نزدیک کرده، غیبت کرده خود را در آتش نزدیک کرده. هر گناهی که انسان انجام میده آتش را بر خود افروخته. میفرمایند تحترقون فاذا صلیتم الفجر غسلتها. الله اکبر. ببینیم لطف الله، مرحمت الله، مهربانی الله. کسی که گناه بکنه و معصیت کنه، نماز صبح که خواند، گناههای ما قبلش چکار میشه؟ شسته میشه، پاک میشه. ادامه حدیث میفرمایند ثم تحترقون فاذا صلیتم الظهر غسلتها. انسان گناه میکنه، نمیشه کسی بگه من گناه نکردم و گناه نمیکنم. هر کس گناه میکنه، نافرمانی الله هر انسانی که کرده. مهم اینه که انسان توبه کنه. بعد از این که آتش را افروخت یعنی خود را به جهنم نزدیک کرد، بعدا نماز الظهر میآیه. نماز الظهر که میخوانه چکار میشه؟ ثم غسلتها، پاک میشه، همه شسته، همه اون سیاهی ها و روسیایی ها را از خود دور کرده. و بعد نبی مکرم اسلام میفرمایند ثم تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فاذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فاذا صليتم العشاء غسلتها. 5 وقت نماز انسان را چنین پاک میکنه. عزیزان و بزرگواران، کسی در شب گناه کرده، به شرطی که نماز صبح به همون اخلاص و به همون طریقه درست ادا کرده باشه، غسلتها، الله سبحانه و تعالی او را از گناه پاک میکنه. نماز ظهر خوانده، بین فجر و ظهر یعنی از صبح تا به چاشت گناهی کرده، خود را بالاخره به آتش جهنم نزدیک کرده بوده، و مجردی که نماز ظهر میخونه رسول الله میفرمایند غسلتها، عصر میخونه غسلتها، مغرب میخونه غسلتها، عشاء میخونه غسلتها، ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا. الله اکبر. شب وقتی که میخوابه تا صبح که بیدار میشه، وقتی که خواب دیگه هیچ گناهی از او سر نزده،
وقت خواب بوده. به این عزیزان در حدیث دیگر نبی مکرم اسلام میفرمایند، مسلم روایت میکنه، میفرمایند ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل منه كل یوم 5 مرات. کسی به دروازه خانه او جوی آب باشه، جوی آب باشه. امروزه که جوی آب نیست، امروزه که جوی آب نیست، بالفرض جوی آب باشه. حالا امروز مثال حمام رو بیان میکنیم. کسی به دروازه خانه و حمام باشه، به دروازه خانه و حمام باشه، در شبانه روز 5 مرتبه بره حمام، روز 5 مرتبه شخص بره به حمام، نبی مکرم اسلام میفرمایند هل یبقى من درانه شیء؟ آیا چرک در وجود از او باقی میمانه؟ از شما برادران میپرسم، کسی روز 5 دفعه بره به حمام، روز 5 مرتبه بره به حمام، خود رو بشوره، چرک در وجودی باقی میمانه؟ ابدا. روز 5 مرتبه کسی بره به حمام، نبی مکرم اسلام میفرمایند بعد صحابه فرمودن قالوا لا یبقى من درانه شیء. صحابه گفتن یا رسول الله دروازه خانه نهری باشه، آبی باشه، قطعا چرکی کثافتی در وجود نمیمانه. رسول معظم اسلام فرمودن فذلك مثل صلوات الخمس یمحو الله بهن الخطایا. کسی که 5 وقت نماز خود را ادا میکنه، مثل که 5 دفعه خود را بشوی چرک نمیمانه. 5 وقت نماز را کسی ادا کنه، اثری از گناه در وجودش نمیمانه. این عزیزان و بزرگواران، فواید نماز زیاد هست. از جمله فواید نماز فایده های اجتماعی داره. 5 وقت نماز، نماز جمعه، نماز عیدین، از حال همدیگر واقف میشیم، همدیگر رو میبینیم. در هر محل و منطقه‌ای که مسجدیه میبینیم که فلانی در مسجد نیامد، پرسان میکنیم فلانی مریضه، فلانی چی مشکلات داره، چرا در مسجد. همه اینها از جمله فواید نماز هست. نبی مکرم اسلام میفرمایند کسی که نماز جمعه رو میخوانه، از این جمعه تا جمعه گذشته، الله سبحانه و تعالی تمام گناهان صغیری از او میبخشه. شما برادرانی که امروز به نماز جمعه هستیم، نماز جمعه را ادا میکنیم، از جمعه گذشته تا به امروز هر گناه صغیری که کسی انجام داده باشه و برکت این نماز جمعه الله کل گناهان صغیری طول هفته الله میبخشه. این از برکت نماز هست، از فواید نماز هست. عزیزان و بزرگواران، از جمله فواید نماز از نبی مکرم اسلام سوال کردن یا رسول الله در روز قیامت امتها زیاد هستند، امتها زیادن، امت حضرت آدم و امت حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و بالاخره همه انبیا. شما امت خود را چگونه میشناسید؟ در صحرای محشر از آدم تا به خاتم و تا به قام قیامت به بین تمام انسانها فکر بکنیم. همین الان در دنیا 7 میلیارد انسان زندگی میکنه، 1.5 میلیاردی مسلمانه. اگر همین کل 7 میلیارد در یک دشت بالاخره جمع بشن، دشت طولانی باشه، 1.5 میلیارد بین 5.5 میلیارد معلوم نخواهد شد. چی برسه که از حضرت آدم تا به خاتم تا به قام قیامت همه انسانها. صحابه عرض کردن یا رسول الله شما در صحرای محشر امت خود را چگونه میشناسید؟ نبی مکرم اسلام فرمودن ان امتی یدعون یوم القیامه غرا محجلین من اثر الوضوء او کما قال. در روز قیامت من امت خود را چنین میشناسم که دست و پا و چهره اونها منوره و میدرخشه از برکت وضوئی که به خاطر نماز گرفته شده. فکر بکنید که در می دشت حضرت خایست 5000 نفر جمع بشه، به بین 5000 نفر 100 نفر از چهره اینا دست و پای اینا چراغ باشه، همیت گروپ باشه، معلوم نمیشه. در روز قیامت نبی مکرم اسلام میفرمایند امتم از غر محجلین، از دست و پای نورانی که میدرخشه و او هم از اثر وضوئی که به خاطر نماز گرفته شده. به همین که از یکی از صحابه بعضی از سیدنا ابو هریره روایت میکنن، میگه وقتی حرف رسول الله زدن این صحابه وقتی که وضو میساخت، خب طریق مسنونه اینه که تا به همین جا بالاخره وضو گرفته بشه، تا به همین به اصطلاح من و شما زنگوچه میگیم یا بالاخره رنجی که گفته شده. اون صحابه میگه تا اینجا دست خود را میشوشت،
گفتن چرا چنین میکنی؟ گفت یا رسول الله دوست دارم که تا به اینجا در صحرای محشر نور باشه. به این عزیزان و بزرگوار، امروزه بعضی وضو میسازن، میبینی چی رقم وضو میسازه؟ به یک گلاس آب فقط دور مثل که روی خود چرب کرده باشه و بالآخره فورا حرکت میکنه و بالآخره وضوی تو در صحرای محشر نور هست، نماز تو در صحرای محشر برهان هست، دلیل هست. باید خیلی به وضو و به نماز خود دقت داشته باشیم. از جمله فواید نماز مسئله حل مشاکل. یک برادر چی میگه؟ من مشکلات دارم، چه کار کنم؟ کدام دعا رو بخوانم که مشکل من حل بشه؟ این سوال بعضی از جوانها میکنن، بعضی از خواهران سوال میکنن خیلی مشکلات دارم داخل خانواده، کدام دعا رو بخوانیم که مشکلات حل بشه؟ الله میفرمایه واستعینوا بالصبر والصلاة. با مشکل روبرو میشی وضو از 2 رکعت نماز بخوان. نماز که حل مشکلات هست. نماز هر مشکلی که داری، 10 بجه روز، 2 بجه روز، 2 شب، هر وقت وضو از 2 رکعت نماز بخوان با خضوع با خشوع. بعد از اینکه نماز خلاص شد دعا کن، سر به سجده دعا کن، به همون مشکلی که داری دعا کن. به عربیت نداری، به فارسی دعا کن. و سر به سجده به فارسی دعا کن. در نمازهای نافله هیچ مشکلی نداره، سر به سجده بگذار و بالآخره آن خواسته که داری، حاجتی که داری، مشکلی که داری با الله سبحانه و تعالی راز و نیاز کن. الله وعده کرده که وقت شما استعانت و کمک بجوییم به توسط و وسیله نماز، الله سبحانه و تعالی مشکلات شما را حل میکنه. عزیزان و بزرگواران، فواید نماز زیاد هست. قبل از این که عقوبت را اشاره کنم، 2 رکعت سنت صبح فرضی و سر جای خود. 2 رکعت نماز سنت صبح چقدر ارزش داره؟ ارزش 2 رکعت نماز سنت صبح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند 2 رکعت سنت نماز صبح به اندازه چی؟ خیر من الدنیا و ما فیها. الله اکبر. 2 رکعت نماز سنت صبح به اندازه دنیا و ما فیها ارزش داره، به اندازه دنیا و ما فیها. اگر یک روز جلوتر اعلان بکنن بگن بم چوک گلها امی صبح به هر نفر 10,000 افغانی میدن، ساعت 4 صبح چند نفر به چوک گلها حاضر خواهد شد؟ اگر بگن $5,000 میدن چند نفر حاضر خواهد شد؟ اگر بالفرض بگن که به هر نفر $5,00,000 میدن به چند بجا حاضر میشه؟ $5,00,000 در مقابل دنیا و ما فیها هیچ چیه؟ دنیا و ما فیها، آنچه که در دنیا هست از ذخایر و معادن و ثروت و طلا و بالآخر تمام پوله هایی که در بانک ها گذاشته، همه اینها یک طرف. رسول الله میفرمایند 2 رکعت سنت صبح یک طرف هست. یکی از اولیای خدا ساعت 2 شب برمیخواست، روی جای نماز نشسته بود و گریه میکرد، میگفت خدایا تا سنت صبح خواهد رسیدم؟ پروردگارا 2 رکعت سنت صبح آیا نصیب من خواهد شد؟ از 2 شب گریه میکنه تا وقتی که نماز صبح میرسه. به خاطر چی؟ به خاطر اجر و پاداشی رو میفهمه، پاداشی رو میدانه. عوض همی حی علی الصلاة حی علی الفلاح، در هر محل و منطقه یک بار مؤذن صدا کنه که بوجی برنج و قطی روغن توزیع میشه، شاید به مسجد جا نباشه، به مسجد شاید جا نباشه. عزیزان من، ایمان، عقیده، باور، اخلاص، اینها کجا شده؟ اینها کجا شده؟ هر کدام ما، من خطیبی که روی منبر نشسته هستم، این ذوق و شوق و اینها چرا در وجود من نیست که به خاطر سنت صبح باید از 2 شب 3 شب بیدار باشم و بالاخره گریه کنم یا رب به 2 رکعت سنت صبح خواهد رسید. عزیزان و بزرگواران، پس به اینه که ما ارزش نماز، اهمیت نماز، فضائل نماز اینها رو ما نفهمیدیم و ندانستیم. صحابه وقتی به نماز استاده می شدن، پرندگان می آمد بلند سر اونها می نشست، اونها را فکر می کرد که اینها یک چوبی هستند، یک تنه درخت بالآخر استاده. به حضور الله سبحانه و تعالی چنین استاده بودن.
نزدیک نماز میرسید، یکی از اولیای خدا چهره رو تغییر میکرد. سوال کردن چرا چهره شما تغییر میکنه؟ گفت 10 دقیقه بعد باز به حضور الله استاده میشم، روحی نیست که به حضور الله باشم. چگونه به حضور ذات اقدس الهی استاده باشم و من سر تا پا تقصیر و گناه و اینقدر الله را حاضر و ناظر در اعمال خود میدانستند. امروزه عزیزان من، نمازهای ما 10 رکعت نماز به چند دقیقه خوانده میشه؟ انتهای که طول بکشه 10 دقیقه، هر رکعت 1 دقیقه. الله اکبر، الحمد لله رب العالمین، ولا الضالین، قل هو الله احد کفوا احد، الله اکبر، یعنی ولا الضالین و الحمد و فاتحه و اینها. به این عزیزان و بزرگواران، وقتی به حضور یک پادشاه، به حضور یک والی، به حضور یک قماندان، به حضور یک وکیل، به حضور بالاخره حتی یک فردی که بین قریه و جامعه و اینها مسائل که میریم برای از مراجعه میکنیم، 10 دقیقه جلوتر گپا خور تیار میکنیم، نیم ساعت جلوتر گلو خور صاف میکنیم، لباسا خور نگاه میکنیم، قیافه خور نگاه میکنیم که من میرم به حضور ارباب صاحب استاده میشم، به حضور رئیس جمهور استاده میشم. ذات اقدس الهی ملک الملوک. ملک الملوک میفهمیم یعنی چی؟ یعنی پادشاه پادشاهان، پادشاه پادشاهان. اون لحظه ای که الله صدا میکنه لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، پادشاهی امروز از آن کیست؟ هیچ کس صدا، نه پادشاه عربستان صدا خور بالا میکنه، نه پادشاه بالاخره فلانستان و فلانستان و فلانستان، همه بالاخره در زیر خاک پنهانن. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. پادشاهی از آن کیست؟ از آن او ذاتی که واحده، یکتای، واحده، قهاره، همه جا بالاخره غالب، غلبه داره. عقوبت تارک الصلات. تو کسی که در تالارها می نشینی و نماز یا قضا می کنی یا تأخیر می کنی، گوش کن. تو کسی که در پارک ها نشسته ای و بالاخره نماز تأخیر می کنی یا اینکه قضا می کنی، گوش کن. تو کسی که در کافی شاپ ها نشسته ای و بالاخره متوجه نماز خود نیستی و نماز را قضا میکنی، گوش کن. تو کسی که به نوعی از انواع خواهر و برادر مخاطب میکنم، گوش کن. تو کسی که میگی بالاخره من به نماز عادت ندارم، یا العیاذ بالله تو کسی که میگی دیگران که نماز خواندن چی کردن که من نماز بخوانم، گوش کن به عقوبت تارک الصلات که نبی مکرم اسلام و الله سبحانه و تعالی ارتباط به تارک الصلات چی فرمودن؟ ائمه بزرگوار ارتباط به تارک الصلات چی دیدگاه ها دارن؟ گوش کن. تو کسی که به نماز غفلت میکنی، امیدوارم شما عزیزان این پیام رو برسانیم به او کسانی که نماز نمیخوانن، به او کسانی که از نماز غافل هستند و او کسانی که نسبت به نماز سستی و تنبلی و بالاخره این و اون دارن. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرمایند کسی که نماز قصداً ترک میکنه و بالاخره نماز نمیخوانه باید حبس بشه، بندی بشه تا داخل زندان بمیره، یا این که بالاخره عهد و پیمان ببنده که دیگه نماز قضا نمیشه. امام شافعی، امام ابو حنیفه میفرمایند شخص کافر نمیشه با ترک نماز. این نظر امام ابو حنیفه هست، ولی داخل زندان باید بمیره. نظر امام مالک و امام شافعی رحمه الله میفرمایند شخصی که نماز نمیخوانه کافر نیست، اما باید یقتل، کشته بشه. حکومت اسلامی باید انسان بینماز رو بکشه، کشته بشه. این نظر امام مالک و امام شافعی رحمه الله هست، میگن کافر نمیشه. اما نظر امام احمد ابن حنبل رحمه الله میفرمایه و اشاره میکنه که کسی که نماز نمیخوانه کافر هست، باید کشته بشه، غسل داده نشه و در قبرستان مسلمان ها هم باید دفن نشه. این نظر امام احمد رحمه الله هست. جمهور علما به این نظر بالاتفاقن که اگر کسی منکر نماز بود، اگر کسی گفت که دیگران خواندن چی شد که من بخوانم، اگر کسی گفت که من عادت به خواندن ندارم، و اگر کسی منکر نماز بود گفت که نمازی وجود نداره،
تمام احکامات اسلامی اجرا کنه فایده نداره. این شخص نظر به جمهور علمای شخص کافر هست. این قول ائمه بزرگوار و اینها بود. نبی مکرم اسلام میفرمایند من ترک الصلاة متعمدا، کسی که نماز را قصداً ترک بکنه، برئت منه ذمة الله و رسوله، الله و رسول از او شخص بیزار هستند. در ذمه یعنی در گردن الله و رسول هیچ حقی نداره. در حدیث دیگر نبی مکرم اسلام میفرمایند العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. عهدی که بین ما و بین اونهایی که بالآخره قرار دارن چی هست؟ نماز هست. رسول الله میفرمایند کسی که نماز را ترک بکنه فقط کافر شده این انسان. به اینه الله سبحانه و تعالی میفرمایه یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. الله در روز قیامت برای مشرکین چی میگه؟ برای مشرکین میگه سجده کنیم یلا. مشرکین چه کار؟ سجده کرده نمیتوانند. کسی که در دنیا الله را سجده نکرده در آخرت سجده کرده نمیتوانه. الله میفرماید خاشعة ابصارهم، چشمان اینا پایین میفته، و ترهقهم ذله، خار و ذلیل میشن در آن روز. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، وقت سالم بودن، تندرست بودن، در دنیا بودن، الله را سجده نکردن، در آخرت از اون سجده‌ای که الله دستور میده اونها محروم میشن. در آیه دیگه الله میفرماید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. کسی که نماز را ترک میکنه الله میفرماید فخلف من بعدهم، چقدر اینها خلف بدی بودن، اینها انسانهای ناخلف بودن، فرزندان بدی بودن که بعد از پدران باقی ماندن. پدرانشان که نماز میخواندن، چرا اینها نماز نمیخوانن؟ کسی که نماز نخوانه مفته به دام شهوات. آمدن پیش یکی از اولیای الهی، یکی از سلف صالح پرسان کردن. کسی پرسان کرد گفت که یا بزرگوار من بسیار شهوت بر من غلبه کرده، هر جا زنی رو میبینم نگاه میکنم، هر جا دختری رو میبینم بالآخرت چشمم طرف از او کشانده میشه، دستم به خود نیست، پایم به خود نیست، چه کار باید بکنم؟ این بزرگوار این آیه تلاوت کرد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. متوجه نماز خود باش. نماز نخوانی به دام شهوات میفتی. نماز درست نخوانی چشم تو دیگه در کنترل تو نیست. نماز درست نخوانی دیگه دست و پای تو در کنترل نیست. اینها عقوبت تارک الصلاة هست. نبی مکرم اسلام میفرمایند من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. کسی که به نماز محافظت داشته باشه در روز قیامت نماز برایش نور، برهان و دلیل، نجات، روز قیامت رو نجات میده. اما کسی که نماز نخوانه چی؟ و من لم یحافظ علیها لم یکن له نور ولا برهان ولا نجات و کان یوم القیامه مع قارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف. کسی که نماز نمیخوانه روز قیامت نور نداره، روز قیامت دلیل نداره، در روز قیامت راه نجات برایش نیست. کسی که نماز نمیخوانه در روز قیامت با کی حشر میشه؟ با فرعون و با هامان و با بالآخره ابی بن خلف، با اونها حشر میشه. عزیزان و بزرگواران، به طور خلاصه بیان میکنم کسی که نماز نمیخوانه در عمرش برکت نیست. کسی که نماز نمیخوانه در رزق و روزیش برکت نیست. کسی که نماز نمیخوانه آرامش نداره. کسی که نماز نمیخوانه شیطان بر او تسلط پیدا میکنه. کسی که نماز نمیخوانه محروم میشه از یاری دادن الله او دیگه یاری نمیده، نصرت نمیده. کسی که نماز نمیخوانه از اجر و ثواب سایر اعمال محروم میشه. کسی که نماز نمیخوانه دعایش قبول نمیشه. کسی که نماز نمیخوانه از همصحبتی و مجالست با اولیای الهی محروم میشه.
کسی که نماز نمیخوانه لحظه مردن گرسنه میمیره. کسی که نماز نمیخوانه حسن خاتمه نصیبش نمیشه، در حالت سو و در حالت ذلت و خواری از دنیا میره. کسی که نماز نمیخوانه تشنه از دنیا میره، ولو که دریاهایی که در دنیا هست بنوشه بازم از دنیا تشنه میره. کسی که نماز نمیخوانه قبر برایش تنگ میشه. کسی که نماز نمیخوانه در قبر الله آتش بر او مسلط میکنه که او را از بین میبره و میسوزانه. کسی که نماز نمیخوانه جهنم جایش هست. کسی که نماز نمیخوانه غضب الله بالایش هست. کسی که نماز نمیخوانه در داخل قبرش الله ماری مسلط میکنه که او مار سرش موی نداره. رسول الله میفرمایند از بس که زهرش تیزه موی سرش ریخته. کسی که نماز نمیخوانه اهل بهشت صدا میکنن ما سلککم فی سقر، چی شده که شما در جهنم میسوزید؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما از جمله نمازگزاران نبودیم، ما نماز نمیخواندیم، ما روی خود را به قبله نمیکردیم، وقت نماز مصروف هوا و هوس بودیم، وقت نماز مصروف قصه و داستان بودیم، وقت نماز مصروف بیع و شرا بودیم، وقت نماز و بالآخره در حال عیش و نوش و استراحت بودیم. این صدا و ندای جهنمیان هست عزیزان و بزرگواران. پروردگار عالم طاعات و عبادات همه ما و شمار مورد قبول درگاه خویش بگردانه. بار اله پروردگارا ما وضو ساختیم، در خانه تو آمدیم و نماز میخوانیم، از تو میخواهیم که این نماز ما را نماز کامل بگردان. پروردگارا نماز ما را نماز خاشع بگردان. پروردگارا در نماز برای ما خضوع و خشوع عنایت بفرما. پروردگارا اونهایی که از تو غافلن، پیر و جوان، زن و مرد، اونهایی که نماز نمیخوانند، بار اله پروردگارا به برکت این جمع پروردگارا اونها را هدایت بفرما. پروردگارا پنبه های غفلت از گوش هایشان بیرون بگردان. پروردگارا در خانه تو آمدیم، تو طاعات و عبادات ما را قبول بفرما. پروردگار اونهایی که طلب دعا نمودن، مشکل دارن، مشکلاتشان را حل بفرما. ای بار اله پروردگارا مریض دارن، مریضشان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. پروردگار اونهایی که بی اولادن، خدایا اولاد صالح عنایت بفرما. اونهایی که اولاد دارن اولاد صالح و اولاد صالح دارن اولاد مصلح بگردان. ای بار اله پروردگارا اموات ما را بیامرز، مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. پروردگار این جمعیت در روز قیامت در زیر سایه عرش خود قرار بده. ای بار اله پروردگار این خانه توست و این بندگان تو هستند. پروردگارا از هر کدام عرق میریزه، پروردگارا به این گرمی آمدن تو را سجده کنن. ای بار اله پروردگارا از گرمای صحرای محشر محفوظ بدار. پروردگارا اون روزی که بعضی انسان ها تا کلک پا در عرقن، پروردگارا اون روزی که بعضی انسان ها تا زانو در عرقن، آن روزی که بعضی تا به سینه در عرقن، آن روزی که بعضی از سرشان عرق بلند میره، پروردگارا این جمعیت در زیر سایه عرش خود پذیرایی بگردن. پروردگارا پذیرایی بفرما. پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. پروردگارا این عرقی که این عزیزان در خانه تو میریزانن، پروردگارا این سبب روشنایی قبر ما بگردان. پروردگارا قبور ما را که هنوز از دنیا نرفتیم، در هر جایی که قبضه خاک هست، خدایا قبور ما را روضة من ریاض الجنه بگردان. پروردگارا قبور اموات ما را روضة من ریاض الجنه بگردان. پروردگارا این جمع مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. بزرگان و موسفیدان ما را حفظ بفرما. پروردگارا جوانان و نوجوانان ما را حفظ بفرما. پسر و دختر ما را حفظ بفرما. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.